شما بیگم از دستی دختر چلچرا، از دستی ماتب 14 روزها شواز که مثل شمواری او میشد تا که بعد از انتظار بالاخره امروز موفق شدم که نازنین دلم که می مرغ به دستای خود برش پخته کردیم. ای هی امروز میاید. بیا ای شیرین نازنینم، بیا که فرهاد کوکنت در انتظار عشقت از دارالبقا و دارالفنا تشریف میبره. مجنون آقا، بیا مجنون آقا، بیا. چی شده؟ بیا که دیگه توان دوری عشقت ندارم. مجنون آقا تو رو میگم. اون آمد، چشمای بادامی، ابروهای کمن، الله، ساقهای بلاروی خدا آمد. مجنون آقا تو چی میگی؟ حتما میاد. آدم عقل خود از داره. نه مجنون آقای که کورو دوست داشتی یه قدر کورو میخواستی، چرا او را خودت رخصت دادی؟ چرا خواستی خانه بابای خود بره؟ آخر خودت برای تو تکت تیاره گرفتی و دور شو مروان که دشت خود بسازم و بسازم. شاعر که خود گفته عاشق نشدی که بدانی خدنگ ناز در مغز استخوان چقدر کار میکنه. عزیزم عاشقای سابق که بود روغن زرد خورده، ما روغن نباتی خوردیم. حوصله ندارم ریسپانه بیاری که با خود بکشم. چی؟ مرگ بوشه بیارین. چی میگی؟ بیارین که بکشم عزیزم. من یه تو دیوانه شدی؟ نه ما باید عزیزم کلی راستی خود بیا. نکشه و سر من نشه. بیا عزیزم که این مرغ بریان ببی که مثل دل محمد بریان است. منتظر خوردن تا صدقه چون کجاستی؟ تو خدا جا صدای پای است مثل که آمد. السلام علیکم ماه من، مهتاب من، اوه ستاره اقبال من. بیا عزیزم اولا به دست مبارک توجه که ماش کنم تا که از بوسیدن از او لبای ما شکر باران شود. بیا عزیزم ببین که ما چی ترتیبات گرفتیم. اجان ترتیبات به خاطر چی؟ صدقه چون یک دانه مرغ چیز باید دمیرای تو شطور میکشتم. باید فیل زیر پای تلال میکنم. عزیزم من ببخش قندولکم. اخ عزیزم، اخ عزیز، اخ قندولا تمندولا و شیرینیان او مجنونا و پریان دلبران بیجی قندول جان بگی دیگه که بکنیم. عزیزم این عظمی بخور. نوش جان نوش بخور. جایی که میره درد بلا نرم. بخور پیازم بخور. عزیزم همین خانم مسافرات رفتم. خانم بخیر تیر کردم برای تا که من نرم پای دمه. خانم رفته زین زن این از این سیوان بخور عزیزک. جان بخور. نوش اینه چه کنش جاست خیلی شجا شو. عزیزم لیلا چی و خارسی ما صورت میگیرم؟ آرسی دیگه بخیر بزودترین فرصت صورت میگیرسه. بزودترین فرصت تو مرا آرسی خواهد کردی و من تو را آرسی خواهد کردم. تو از من خواهد کردی مستو، تو از من مستو. نوشی جان بخور این از به سینه شان بخور یه جان عزیزم جان نگم دیگه میارسی من کدام مردن صورت میگیرم.
عروسی ماده او طلایی که همیشه عاشق و معشوق دو جا عروسی کرده رای نزن در هتلی که تو میگیری سید چند ساعت برات میارم بخور این دو برو خود هیچ چیز نخورده اگه عروسی کنیم خب برباد میشیم نوش جان نه دیگه ایشان بخور خب عزیزم نوش پیاز بخور که مفاد داره پیاز بخور که ویتامینی داره خب عزیزم اینه میخوانم از تو توی نه که بیا وقت عروسی ما تو خلاص از تخت میرم جمع میکنم یک میشه گفا نگر تو گفا هرست فامیلی نوش بخور پدر بخور نوش جان من میگم که روز 4 تا مرغ مخاط خریدم عزیزم بخور نوش جان کن بخور که سیر شوی ما تازه تو گل شوی ما باغبان تو ملکه شوی ما پاسبان نوش جان بخور عزیزم باش که ما یک دان انگشتر هم ورد آوردیم چی انگشتر مقبول زیبا خیلی من دسته که تکی مقبولتر شد من پا آقا دستمال از یادم رفته پروا نیست در خیلی این عزیزم اینانی دلپای مقبول زیباتر میشه بشی عزیزکم خیر شیخ اما کفت کنی صدقه عزیزم در خانه نابلد هستی بخیر در این خانه که به عروسی کنیم کارا رو بلد میشیدی نه؟ عزیزان قندولا ما میدون سمندولا پریان شیرینان سمندول جان دستی خمیت خدا دالا که با مصرف کنم میارزم جان خودت قیچم ما به این آرزوستم که بخیر عروسی کنیم صاحب اولاد شیم او دیگه خوب بود تو زنکه دیگه اولاد مولاد نمیشد هزار دفعه چرا نه خدا جان کاش که مرغ می بودم برای می خوردی خدا جان پروا نداره بخور قیچم بخور قربان والا که میغ ده خاندان بابان یک دانه سیمان باید بگی ما به یک عقیده هستم که وقتی که عروسی میکنیم باید که صاحب بچه‌کا قندولکا مندولکا سمندولکا همه گی دور ما تو خنبر بزنه بازو وقت است که بخیر هرچی که تو بخواهی ما برای تو میتم مجنون آقا جان اینه می آرزوهایم که برآورده شد به ما چی میخریم؟ آرزوهایم که برآورده شد عزیز دلم من تو را صاحب دماغی اثرت میبرم هر جایی که بگویی میبرم قندول من میگم تو قندول عزیزم یک برونم پرید البته اولاد آینده ما رو یاد کرد چی برم اینه لط مرگوزافه یک موتر و یک تعمیر 3 منزله در هر جایی که بله خدا مفانه کناری خلاص میشی سر خورا کباب پوشا کباب رای نزن کنی تو در اختیارت هست صدای دروازه چی بودا رای نزن هر کس که هستی برو که بعد از حالا ما و وصل خود رسیدیم عزیزم بیا در جاکت پاکو خیلی در کرتی پاک نکن که نوششی میشه جان صبر الله قندون مندونکم دکلو من چه خبر که خانم خدا تو دفعه بیا در قالین تاوم خلولت بیتون نمیده خیلی بیا در بغبند پوتت میکنم بیا خیلی یک کار دیگه تو من یا اینکایت که از یادت نه کاری ایره نبینه خیلی یک کار در الماری خود میکنم دستکاو رو بگی ولی آز خدا بیا بیا عزیزم بیا این ازی رو بیا این دیگه الماری سه خوش خوب الماری رو سر خوش خوب مزمین آقا آقا دا بار که من آقا نمی خوشم عزیزم الماری رو سر خوش خوب کلیش در پیش من
سفر چرا پرواز طیاره نشد؟ نشد نه هیچ پرواز نشد واقعا که این مرغی سه دیامت به خاطر چی؟ مثل که کدام میمان خاص داشتی شما اینجا بیاین عزیز داریم تو بشی قندول ببینی ما همیگ دیشو خواهد دیدم گفتم که پرواز نمیشه برای که 100 دفعه ما تا میدان طیاره رفتیم و پس آمدیم به همیجه سه مکتمی وجدان خود گفتم که خو مردکه تو خو از خود وجدان داری جودان داری سالا همی زنکه برای تو پخ کرد پس کرد نان کرد اقلا همی یک روزان خود تو یک چیز به می دست خود پخته کو به می خانم عزیزت که سالا کاراشویی کرده سالا رخشویی کرده سالا سیبی خستکار از خانه کشیده سالا مگسار کشیده ما هم گفتم که یک دانه مرغ بریانه برای عزیز دل ما آوردیم این نوش جان که صدقه چان مثل که مرا زیاد دوست داری چرا نه یک رانش پشک خورده بود خیلی غرض نگرد خیلی پشک همسایه بوده دیگه ما چطور دوستت ندارم امی که من شو گفتم که تو به خیلی سفر میری باور کن که تمام شو تو خواه بودی من در بالای سر چشته بودم تو چشمایت پدود گای سونه ما چشمک میکنی در خواه چشمت میپرید چی؟ عزیزم حتی نشانی که در خواه خود دندانای تا میخوایدی چی؟ من دندانای خود میخوایی؟ مرا گفتی بیا که بریم باقی باش بریم بوسو بریم کلی گپا را زدی تو خواه بودی تو خونه میفهمیدی من نمیفهمیدم دیگه بخو نان صدقه سرت بخو قربان اینه آشپزی مرام خو بیبی که ما خود بهترین نگاه آشپز هستم اینه قربان اینه زمین بالش بخو بالش صدقه سرت بخو قربان سه معذب تو بگی نه خودت بگی نه بخدا نه مذاق هم میکنی شیخه مذاقی نیم ساعت از پیش ما رفتی که سفر بری مذاقی هم شدی کاش که هر وقت به تو مذاق کنی صدقه مذاقت شدم خدا جان اینه اینه عزیزم بخور تو بخور این چه خوب یک چناق است بیا دیده که ما تو یک چناق در خواب بزنیم نمیزنم چرا؟ نه من نمیزنم خیر است یک چناق میزنیم نه خیر بیا کمی حافظی خودم معلوم میکنیم که از تو خوبش از ما اگه ما بردم چی بگیری برم؟ اگر تو بردیم همی ثانیه فوراً میرم یک دست لباس فوق العاده یک دانه کاوای هم برات میارم یک دانه ساتم اگه تو بردی؟ اگر من بردم برای من یک دانه پیران بیار یک دانه خنقاق یک نکتایی یک دانه هم عظمی عطر لینا بیار چی؟ لینا چیست من چون خونه می تا عطر بودی اکسون بوی عطر است مثل که یک آدم کس آمده باشه نه یادم آمد اصل گپ دهی بود کمی همسایه پالی ما شما یک پشک مقبول داره این پشک صاحب خانه خراب رفته صاحب سر میز آرایش صاحب خانه بالا میشه میز آرایش چپه میشه این کلی زیاد خوردیم باش که ما برم کمی چیزام بیارم مجنون آقا واقعا که ما بدکار کردیم ما کار خوب نکردیم این زنی بیچاره با ما چقدر وفادار بود ما برای خیانت کردیم مجنون آقا اجان چرا؟ این مرا بانه یک دقیقه چرا؟ حالی چی گفت شد؟ مرا وجدان مرا رنگ میده بیدی مجنون آقا واقعا که ما با تو خیانت کردیم چی؟ با ما خیانت کردیم؟ با ما خدا یک وقتا خیانت نکرده بودیم کردیم والا ملیاقت امیر دارم نه ملیاقت زندگی کردن ندارم من اینمی صاف میرم خدا در کدام چاو ما مندازم دیگه این زندگی به درد ما نمیخوره چرا حالا این چی کرده تو را؟ هیچ نیخو چرا تو جگر خوش؟ من همی وجدانم گفت که خوب امی سالا برات کار کرده زحمت کشیده تمام کار خانه را جور کرده به غریبیت ساخته و من امروز با تو خیانت کردیم چی خیانت کردید؟ بر من سالها کردید؟ بهتر همیست که مرا بکشی کنیش کنید خدا نکنه این همیشه در جای دیگر بیا بیشه رئیس بیا بیشه صدقه جان چی گفت شد رئیس؟ چی گفت شد؟ صدقه کلاشی های جان چی دیگه رئیس چی گفت ها میزنید تو چی گفت شد؟ صدقه میره وفای جان چی بگه او خدا چی بگه چی گفت شد سرت؟ من تو را زیر خانه با بیت روان میکردم
که تو بوری مکت یک دختر دیگه قول داده بودم که مکت زو عروسی میکنم. چی؟ بدبختانه و دختر آورده مونه در الماری قلب کردیم دوره او جنسو. چی میگی؟ در کدام درباری؟ بزن مرا بکش. کدام درباری؟ آره کلی. مرا بکش. کدام درباری؟ کلی نمیده کلی نه منه. عزیزم. آره کلی زود. مرا بکش. او را غرض نگی. کلی. مرا بکش. کلی بده کلی زود. مگه او را رخصت کن مرا بکش عزیزم مرا یاد کن او را غرض نگی. عزیزم مرا یاد تو را فراموش سپس. بردم تا سفته چوام. آره بردم تا بیا. کشی پدره. اینه ببینی که ما هم یگان مکر یاد دارم. مرا در دختر چقدر است دان خدا مسون دختر سعی میکنم. این عزیزم اینانه که باختی فوراً میری برای من دیگه مکتزاره میری. عزیزم آن مانده از سفر آمدیم صبح میرم. هیچ امکان نداره با خدا که نمی ساعت نری همی ساعت نبری من کسی دومور گفت نمیکنم. از ما تو خلاص استراحت نی. عزیزم خیر با صبح میرم. عزیزم استراحت گمش که باز که آمدی ما چای دم میکنم ما استراحت میکنیم بگو دیگه. بی وقت استراحت نکن. آدم در دیگر استراحت نمیکنه خوب نیست. عزیزم خیر من تو میم تو امین خانه من رو ما کلیتی باید پاک میکنم جور میکنم. برو سب پیشم تیز گری رنگ نیکایی دور نره عزیزم